شاید آنکه پرده را آهسته کنار زده بود داشت میآمد تا در را باز کند. شاید خواب بودند، شاید حمام، یا که در باز شد و صدای تو دماغی سلیم به گوشم خورد. بیا تو و در و پشت سرت ببند. نسناس قبل از من وارد شد و رفت و جلوی زن سلیم ایستاد. زن سلیم قبل از رسیدن به نسناس احتمالاً با نیرویی که مانع حرکتش شده بود برگشت. موقعیتی فراهم شد تا در گوشی از سلیم درباره کارم سوال کنم که به زنش اشاره کرد و هیسی کشید. فقط گفت هیچ کاری نمیشه کرد. پرونده سیاه. بعد با قدم‌هایی که یک نیم چرخ می‌زدند و بعد روی زمین فرود می‌آمدند رفت و لم داد روی مبل بالایی و منتظر شد تا من برسم. نسناس گفت این یارو فامیلت نمیدونه صاحب خونه باید رو مبل پایینی بشینه و مهموناشو تعارف کنه بالا. خواستم بگویم قبلا همین کار را می‌کرده که تو میگویی که نسناس نیروی دافعش را به کار بست و سلیم را از نشستن منصرف کرد. دست بردم و نسناس را کشاندم طرف خودم. سلیم که قادر به دیدن نسناس نبود حیران نگاهم کرد. چه عجب مانوش آقا، این ورا. سلیم هم با صدای تو دماغیش حرف زنش را پی گرفت. این پسر خاله ما همیشه از قافله عقبه، حتما اومده دیدنی. گفتم عید نوروز رسم و رسوماتی داری که شما ظاهرا فراموش فرمودید. زن سلیم باز از همان آشپزخانه پرید وسط. ببینم آقای آزادگان، من بزرگترم یا خانم شما؟ ما که به حاج آقا جمال عرض ادب کردیم، ولی فرانک خانم والا نمیدونم. دویدم توی کلامش. ولی از نظر سن من از سلیم بزرگترم، هرچند 1 سال. سلیم که همیشه مخالف درگیری بود بار دیگر دست پایین را گرفت. بگذاریم. خب پسرخاله چه خبر از کار و بار؟ و چون یادش آمد کارم را از دست دادم حرفش را اصلاح کرد. منظورم اینه که برنامه‌ات. زن سلیم گفت سلیم به مانوش آقا بگو رادین رو فرستادیم کلاس زبان. سلیم مسئله را طور دیگر مطرح کرد. البته خانم، بگو کلاس زبان چه هزینه سنگینی داره. مگه 2 تا کارمند ساده چقدر در میارن که بگذاریم. وقتی زن سلیم به جای اینکه مثل همیشه سینی استیل چای را بگیرد جلویم، آن را روی میز عسلی کنار دستم گذاشت و رفت نشست کنار شوهرش، فهمیدم که بعد از اخراجم از اداره فرهنگ رفتار نزدیکترین اقوام هم با من عوض شده است. میدانستم که پیش کشیدن مخارج کلاس زبان رادین پیشدستی آنها برای مطرح نشدن دینی است که به گردن دارند. مطمئن از بیهوده بودن هر حرفی آماده